پس از شروع کار ابزار اطلاع رسانی جدید فیفا در مورد اعلام عمومی و آنلاین وضعیت پنجره‌های نقل و انتقالاتی بسته و برخی ابهام ایجاد شده که چرا مقابل اسم برخی از باشگاه‌ها آنتی لیفتد یا به عبارتی تا برداشته شود قرار گرفته و مقابل برخی دیگه از باشگاه‌ها عبارت ست به مفهوم سه پنجره نقل و انتقالاتی. برخی این برداشت رو داشتند که پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه‌هایی که مقابل اسم اون باشگاه‌ها عبارت سه پنجره قرار گرفته حتی با پرداخت مبلغ هم باز نمیشن و در هر حال به مدت سه پنجره اون باشگاه حتی در صورت پرداخت بدهی از ثبت قرارداد بازیکن‌های جدید محروم باقی خواهد موند. پاسخ کوتاه اینه که این برداشت درست نیستش. مطابق مقررات فیفا در دو حالت پس از پرداخت بدهی محرومیت از ثبت قرارداد بازیکن‌های جدید رفع میشه و فقط در یک حالت هستش که محرومیت از ثبت قرارداد بازیکن‌های جدید حتی پس از پرداخت مبلغ غرامت هم رفع نمیشه و به صورت کامل باید اجرا بشه. دو تا حالتی که پس از پرداخت محرومیت رفع میشه شامل این دو تا حالت زیر. اول مربوط به پرونده‌های مالیه که در این پرونده‌ها یکی از دو تا اتاق وضعیت بازیکنان PSC و یا اتاق حل و فصل اختلافات فیفا DRC صالح به رسیدگی هستند. مطابق بند A از پاراگراف 2 ماده 24 مقررات نقل و انتقال و وضعیت بازیکن‌های فیفا که به RSTP معروف است، در صورت محکومیت باشگاه به پرداخت مبلغ یک طرف دیگه و عدم پرداخت اون مبلغ، باشگاه علاوه بر محکومیت به پرداخت مبلغ از ثبت قرارداد بازیکن‌های جدید هم از داخلی و بین‌المللی به مدت سه پنجره محروم میشه. در این حالت در صورت پرداخت مبلغ محرومیت از ثبت قرارداد بازیکن‌های جدید بلافاصله برداشته میشه. حالت دوم باز مربوط به پرونده‌های مالی هستش، ولی این دفعه پرونده‌هایی هستند که رأی صادر شده به درجه قطعیت رسیده ولی مبلغ محکومیت توسط باشگاه پرداخت نشده و در نتیجه به استناد ماده 21 مقررات انضباطی فیفا موضوع به کمیته انضباطی فیفا ارائه شده. در این صورت در ابتدا کمیته انضباطی علاوه بر جریمه نقدی یک مهلت 30 روزه‌ای رو به باشگاه مربوطه اعطا میکنه و در صورت عدم اجرا حتی بعد از این 30 روز باشگاه علاوه بر محکومیت به پرداخت تا 18% خسارت بر اساس مبلغ رأی به محرومیت از ثبت قرارداد بازیکن جدید هم از داخلی و بین‌المللی به مدت سه پنجره محکوم میشه. همچنین در مراحل بعدی علاوه بر ممنوعیت ثبت قرارداد بازیکن جدید اون باشگاه به کسر امتیاز یا سقوط به دسته پایین‌تر هم میتونه که محکوم بشه. در این حالت هم در صورت پرداخت مبلغ محرومیت از ثبت قرارداد بازیکن‌های جدید برداشته میشه. علاوه بر این دوتا مورد حالت دیگه‌ای هستش که حتی در صورت پرداخت مبلغ غرامت محرومیت از ثبت قرارداد بازیکن‌های جدید توسط فیفا برداشته نخواهد شد. این موضوع مربوط به پرونده‌هایی هستش که به جهت فسخ غیر موجه قرارداد توسط یک بازیکن و انعقاد قرارداد با باشگاه جدید مطرح شده که در این گونه پرونده‌ها اتاق حل و فصل اختلافات یعنی DRC صالح به رسیدگی و مطابق بند 4 ماده 17 این مقررات اگر که یک باشگاهی بازیکنی رو به فسخ قرارداد با باشگاه سابق خودش تحریک کرده باشه، اون باشگاه علاوه بر پرداخت غرامت به محرومیت از ثبت قرارداد بازیکن‌های جدیدش به مدت 2 پنجره متوالی نقل و انتقالاتی امن از داخل و بین‌المللی هم محکوم میشه که در این صورت حتی بعد از پرداخت مبلغ غرامت باز هم محرومیت از ثبت قرارداد بازیکن‌های جدید رفع نمیشه و باید تا پایان ادامه پیدا بکنه. نتیجتاً چنانچه رأی توسط یکی از اتاق‌های حل اختلاف یا وضعیت بازیکن‌ها یا کمیته انضباطی فیفا صادر شده باشه و موضوع اون پرونده مربوط به تحریک بازیکن توسط باشگاه جدیدش نباشه، چه مقابل اسم اون باشگاه ممنوعیت از سه پنجره نقل و انتقالاتی قید شده باشه، چه آنتی لیفتد قید شده باشه، که این تفاوت هم میتونه ناشی از
تفاوت مرجع صادر کننده رأی باشه، پس از پرداخت مبلغ پنجره نقل و انتقالاتی اون باشگاه باز خواهد شد.